تربیه اولاد بسیار ضرور است. ای مردم، مسلمانی که بعد از زن داد بچه‌ش در صف نماز مسلمانا دیدش، در روز جنازه تابوت برداری قومش دید، در روز احسان دیدش که دسترخوانش برابری ای بچه های عمک زیادتر و آبادتر است. سر او پدر در آسمان یکم میرسه. خدا را شکر میگه با زندگیم بچه من نمازخونی شدیدم، جمع عربی شدیدم، در بین قوم آبادی شدیدم. شاید که بعد از مردنم با از مرگ من عبرت بگیرد، از مردن من عبرت بگیرد. دخترش این چنین، آیا یک دختری که پدر و مادر نصیحتش نکردن بد اخلاق روی در کوچه و بازار و بدنامی و یک صغیره پست رذیل بدنام شد، آیا او تربیه اولاد بسیار ضرور است. ای مردم، مسلمانی که بعد از زن داد بچه‌ش در صف نماز مسلمانا دیدش، در روز جنازه تابوت برداری قومش دید، در روز احسان دیدش که دسترخوانش برابری ای بچه های عمک زیادتر و آبادتر است. سر او پدر در آسمان یکم میرسه. خدا را شکر میگه با زندگیم بچه من نمازخونی شدیدم، جمع عربی شدیدم، در بین قوم آبادی شدیدم. شاید که بعد از مردنم با از مرگ من عبرت بگیرد، از مردن من عبرت بگیرد. دخترش این چنین، آیا یک دختری که پدر و مادر نصیحتش نکردن بد اخلاق روی در کوچه و بازار و بدنامی و یک صغیره پست رذیل بدنام شد، آیا او تربیه اولاد بسیار ضرور است. ای مردم، مسلمانی که بعد از زن داد بچه‌ش در صف نماز مسلمانا دیدش، در روز جنازه تابوت برداری قومش دید، در روز احسان دیدش که دسترخوانش برابری ای بچه های عمک زیادتر و آبادتر است. سر او پدر در آسمان یکم میرسه. خدا را شکر میگه با زندگیم بچه من نمازخونی شدیدم، جمع عربی شدیدم، در بین قوم آبادی شدیدم. شاید که بعد از مردنم با از مرگ من عبرت بگیرد، از مردن من عبرت بگیرد. دخترش این چنین، آیا یک دختری که پدر و مادر نصیحتش نکردن بد اخلاق روی در کوچه و بازار و بدنامی و یک صغیره پست رذیل بدنام شد، آیا او